با درود و سلام. ما دکتر روید خپلواک هستم. میوکاید ستول یا موجودیت بلغم در مواد غایطه. ببینید، وجود بلغم در مواد غایطه نشان دهنده امراض جهاز هاضمه است، به شکلی که با حجم زیاد و قابل دید با مواد غایطه خارج شود و علائم چون درد شکم، پوندیدن و دمش شکم، عدم تخلیه و خونریزی های مقدیر به همراه داشته باشه. اما بلغم میتونه به شکل نورمال و فیزیولوژیک و غیر قابل دید در مواد غایطه موجود باشه تا عبور آسان مواد غایطه را از روده به تشناب سبب بگرده و از جانب دفاع روده را هم مساعد می سازه. در حالات مشخص وجود بلغم نشان دهنده انفکشن یا عفونت ها در روده، انفلمیشن، موجودیت التهابات در روده و مایکروبیال انویژن، ورود و حمله میکروب ها به روده و جهاز هاضمه می باشه. در پهلو این همه کولونیک میکوزال ایریتیشن و میوکوزال هایپرسنسیتیویتی، تحریک و حساس بودن میکوزا یا مخاط روده و موجودیت تکالیف و آفات در ساختمان روده میتونه بلغم را یا میوکس را به همراه مواد غایطه به بیرون برانه. در حقیقت محافظت روده، خصوصا لایه درونی روده و فراهمسازی یک محیط لزجی، چسبناک و کشنده بر میکروب و سهلسازی دفع مدفوع جزء از وظایف میوکس یا امی مواد بلغمی در روده است. خب، میوکاید ستول یا موجودیت بلغم در مواد غایطه، ببینید این بلغم چگونه ساخته میشه و توسط کدام حجرات ما تولید میگرده. یک نقطه کوچک از روده را تحت میکروسکوپ میبینیم. این حجرات اپیتیلیال است و به رنگ سفیدی که مشاهده میکنین میوکس یا امی لایه بلغمی است، میوکس لیر یا لایه بلغمی، و زیرش یا اپیتیلیال سل، حجرات اپیتیلیال. در درون این حجرات یک حجره به نام گابلت سبب تولید این مواد لزجی و چسبناک به نام میوکس میگرده. خب، تحت فرمان ENS یا انتریک نروس سیستم یا سیستم عصبی منحصر به جهاز هاضمه که به نام سکند برین یا مغز دوم انسان یاد میشه، نظارت میگرده. شبکه های ای سیستم عصبی که به نام سب میکوزل و اوربیک پلکسز یاد میشه، سبب تحریک و تنبیه شدن حجرات گابلت میگرده. یعنی شبکه سب میکوزل مسئول کنترل سیکریشن و ترشحات است. اوربیک پلکسز یا شبکه اوربیک مسئول کنترل موتیلیتی یا حرکات در جهاز هاضمه است. خوب، تحت فرمان سیستم عصبی ENS حجرات گابلت تنبیه میشه و بعد هایپر سیکریشن یا نارمال سیکریشن صورت میگیره. این ساختمان کوچک یا ذره‌بینی روده تحت میکروسکوپ است. ببینین، میوکس هایپر سیکریشن یا مواد غایطی بلغمدار که بلغم قابل دید و حجم داره چگونه به وجود میاد، چگونه تولید میشه و در قبالش کدام آفات و امراض موجود است. ببین، میوکس ایریتیشن اند هایپر سنسیتیویتی، مخاط کولون یا روده اگر بنابر هر دلیل تنبیه و تهدید شد توسط شبکه عصبی که زیر میکوزا موجود است، حجرات گابلت تنبیه و تهدید میکنه و تحریک میسازش تا این لایه دفاعی را از خود تولید بکنه. این یک فیزیولوژیک رسپانس یا جواب نورمال بدن ما در مقابل تنبیهات و تحرکات است. شبکه دیگی ENS که به نام اوربیک پلکسز یاد میشه، اگر حرکات روده را به شکل درست تنظیم نکنه، کولونیک دیسموتیلیتی به وجود بیایه و سبب ایرگولر موتیلیتی و ایرگولر باول هابیتس بگرده. یعنی قبض، اسهال، باد شکم، عدم تخلیه. زمان به وجود میایه که حرکات روده
اختلال پیدا بکنه. فست موتیلیتی یا حرکات تیز سبب دایریا و سلو موتیلیتی سبب کانستیپیشن یا سبب قبض میگرده. در هر دوی این حالات مریض به تشناب میره، زور میزنه اما درست تخلیه نمیشه. از طرف لو گرید نیورو ایمیون اکتیویشن، یعنی دخیل بودن سیستم عصبی، سیستم ترشحات هورمون، عدم ارتباط دقیق بین سیستم عصبی مرکزی یا ENS و سیستم مرکزی موجود در جهاز هاضمه یا انتریک نروس سیستم، فعال بودن ماسلز یا حجرات دفاعی، همه از اینا سبب تحریک شدن مخاط روده، سبب تنبیه شدن مخاط روده میگرده و بالاخره تحت این تنبیهات ترشحات بلغمی به نام میوکس صورت میگیره و به همراه با مواد غایطه به بیرون میه. امراض و آفاتی که بیشتر در مواد غایطه سبب تولید میوکس یا بلغم میگرده بیشتر منحصر به روده کلان ماست یا کولون. disease in which mucus shed out، در امراضی که یا آفاتی که این مواد بلغمی یا میوکس بیرون میه، یکیش IBS یا irritable bowel syndrome است. خب در irritable bowel syndrome باد، قبض، اسهال، حساس بودن مخاط روده، کمبود و نبود حرکات روده، قهر و غصه، تشویش، اضطراب، همه از اینا سبب علائم میگرده. تکلیف دوم IBD Irritable Bowel Disease است یا که بیشتر ساختمان روده تخریب میگرده. دو نوع از کرون دیزیز و کولایت زخمی السراتیو کولایتس، هر دو سبب خونریزی مقعدی و مواد غایطی بلغمدار میگرده. پروکتایتس موجودیت عفونت ها در کانال مقعدی، انفکشن، انفلمیشن، ردیشن، هم از اینا میتونه بلغم به بیرون برانه. کولورکتال پولیپس موجودیت گوشت های اضافی پولیپی در روده، موجودیت همورایدز بواسیر، انال فشر شق مقعد، انورکتال فیستولا و در ریر کیسز حالات خیلی کم موجودیت کولورکتال کنسر، سرطان های روده‌ای سبب بلغم میگردد. ممنون.